عزیزان دل سلام، امیدوار هستم خوب و خوش سر حال باشین. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی کانال یوتیوب رومانتیک لب. عزیزان دل، این ویدیو من طریقه ساختن انیمیشن را برای شما آموزش میدم. اگر از ویدیوی من خوشتان آمد حتما صفحه من را سابسکرایب کرده و من را حمایت کنید. خب دوستان عزیز، میریم به سمت آموزش. خب عزیزان دل، برای ساختن یک انیمیشن جذاب شما نخستین کاری که باید بکنین یک برنامه است، باید تو را دانلود بکنین. عزیزان دل، از این قسمت وارد اپ استور میشویم. در قسمت سرچ ادوبی اکسپرس سرچ میکنیم. عزیزان دل، ادوبی اکسپرس ببینین از بالا گزینه 4 ادوبی اکسپرس ایره سرچ میزنین. دوستان عزیز، این گزینه دوم اومد. ببینین شما ایره دانلود می‌داشته باشین. من از قبل دانلود دارم، به اون منظور اینجا برای من اوپن آورده. برای شما حتما گیت یا دانلود را میاره. شما ایره دانلود میکنین. عزیزان دل، ببینین اینجا مستقیم واردش شدم، چون از قبل دانلود داشتم. میره منتظر می باشیم دوستان عزیز تا صفحه اصلی همین برنامه باز شود. خب دوستان عزیز، ببینین این صفحه باز شد. عزیزان دل، ببینین گزینه دوم اینجا به نام انیمیت کاراکترز امی است. ایره رویش کلیک میکنیم. عزیزان دل، خب دوستان عزیز، صفحه که برای ما باز شد. ببینین اونجا یک انیمیشن یا یک شخصیت برای ما آورد. از این قسمت پایین شما میتونید تغییر بدین. هر شخصیتی را که دلخواهتان است، ببینید بسیار زیاد است. میتونین هر کدامی را که میلتان است همون را انتخاب بکنین و با همون انیمیشن را بسازید. ببینین من یکی را انتخاب میکنم. همین گزینه اول را که بود من میره لازم میبینیم که باشه در ویدیو. ببینین دوستان عزیز، خب عزیزان دل، امی شخصیت را من انتخاب کردم. من با امی یک انیمیشن میسازم. دوستان عزیز، ببینید از این قسمت پایین دوستان عزیز اینجا فیصدی که از با این میتونید شما امی انیمیشن را بزرگ و خرد بسازین. از قسمت فیصدی البته. ببینید من قسمت فیصدیش انتخاب کردم، به می اندازه کافی است. بعد از اینکه انتخاب کردین عزیزان دل، شما میتونین بعداً روی بک‌گراند برین، یعنی بک‌گراند انتخاب بکنین. بک‌گراندش چه رقم یک فضا باشه. ببینین اینجا بک‌گراند های بسیار زیاد است. یکی رو شما انتخاب میکنین، میل دلتان است. هر کدومی رو که خواستین میتونین انتخاب بکنین. گزینه بعدی دوستان عزیز سایز است. شما سایز رو انتخاب میکنین، یعنی انیمیشنتون برای کدام برنامه باشه، مثلا سایز تیک تاک، یوتیوب یا هر چیزی که بود شما امور انتخاب میکنین. ببینین من این سایز رو برای یوتیوب انتخاب میکنم. خب دوستان، اینجا یک گزینه دیگر هم هست. روش کلیک میکنید. شما اون برنامه را که میخواین انیمیشن رو براش بسازین انتخاب میکنین. اینستاگرام، فیسبوک، ایکس یا توییتر، هر کدام که بود. من یوتیوب رو انتخاب کردم. عزیزان دل، بعد این تنظیمات که تکمیل شد در این قسمت همین نقطه آبی یا همین نشانی آبی که هست، ببینید دوستان عزیز، همین رو روش کلیک میکنیم و صدا یا وایسی را که میخوایم مثلا انیمیشن با او حرف بزنه وایس رو انتخاب میکنین. ببینین من انتخاب کردم. 3 ثانیه برای ما فرصت میده تا شروع وایس. اینجا یک وایس را ما ضبط میکنیم برای همین انیمیشن. هر قدر یک باشه مهم نیست. بعد این گزینه دان را میزنیم و منتظر میباشیم تا همین وایسی را که ضبط کردیم آپلود شود. کمی منتظر میباشین عزیزان دل. خب صدا اونجا آپلود شد. بعضی تنظیمات دیگر هم به گونه اتومات خود این برنامه انجام میده. دوستان عزیز، اینجا هم بخش ساختن ویدیو است. به گونه فیصدی نشان میده. منتظر میباشین تا فیصدی از این هم به 100 برسه. دوستان عزیز، البته این بخش مربوط به سرعت اینترنت میشه، یعنی چقدر سرعت اینترنت بالا باشه به مو اندازه زودتر ساخته میشه ویدیوی ما. منتظر میباشیم تا این به 100 برسه عزیزان دل. خب دیدین دوستان عزیز، اینجا ویدیوی ما ساخته شده. ما اگر بخوایم دانلودش بکنیم اینجا گزینه دانلود رو میزنیم تا به گالری موبایل ما اضافه شود. اگر خواستیم که بعدا دوباره رویش بعضی مثلا تنظیمات یا بعضی ادیت ها رو انجام بدیم، دانلود رو نمیزنیم. منتظر باشین همین خط آبی که هست همین تکمیل شود و مستقیم ویدیو خودش میره به قسمت ادوبی، یعنی به قسمت ادیتور میره. از اونجا میتونید شما بعضی از ادیت های دیگر هم رویش انجام بدین. من لازم نمیبینم دیگر ادیت انجام بدم، چون که ویدیوی ما آموزشی از فقط ساختن شما برای شما آموزش دادم.
دیگه اگر شما خواستین که ویدیوتون جذاب‌تر شه میتونین ادیت هم بکنین. من گزینه دانلود رو میزنم تا ویدیو در گالری موبایل من سیو شود. خب قبل از دانلود یک باری را پلی میکنم ببینیم که چگونه ساخته ویدیو برای من. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم خوب و خوش سر حال باشین و شما را به یکی از ویدیوهای آموزشی کانال من خوش آمدید. خب دیدین دوستای عزیز، من چیزی وایسی را که ثبت کرده بودم و امور برای من به قسمت نیروشن ساخته. بعدن من دانلود را میزنم و منتظر می باشم تا ویدیو دانلود شود. خب عزیزان دل، ببینین اینجا ویدیو دانلود و در گالری موبایل من سیو شد. بعدن میریم میبینیم که واقعا در گالری آمده است یا خیر. خب از این قسمت از این برنامه بیرون میشیم دوستای عزیز، مستقیم وارد گالری موبایل من میشیم. در این قسمت وارد گالری موبایل میشیم دوستای عزیز. اینجا ویدیو آمده است، ببینید. امیدوار هستم خوب و خوش سر حال باشین و شما را به یکی از ویدیوهای آموزشی کانال من خوش آمدید میگویم. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم خوب